اینا یه نوع دیگه از قارچ هست، خیلی خیلی نزدیک به کانترله. بهشون میگن نر کانترل، یعنی نزدیک به کانترله. سمی نیست ولی نخوریم بهتره. بعدم که هیچ مزه یا بوی خاصی نداره، بوی خوشمزگی یا بوی خوبی که کانترل داره اینا نداره. خیلی هم نزدیک به کانترله، باید بلد باشین. این زیرش متفاوته با کانترل. کانترل این شیاره کاملا میاد روی پایه قارچ، ولی این ببینین همونجا ایستاده، واسه دیگه ادامه نداده. یکی از روشاشی که میشه تشخیص بدین.